سلام، من عاطفه‌ام. من میخواستم که ازدواج کنم، اما هیچ پسری لیاقت نداره. میگید نه؟ ببینید. ببین عاطفه، من خیلی ازت خوشم میاد. یه زودتر با هم ازدواج کنیم دیگه. از چیه من خوشت میاد؟ خب تو هم خوشگلی هم مهربون. خب خواهرم که من خیلی بهتره. نگاش کن داره از خواهره؟ تو اگه منو دوست داشتی برنمیگشتی پشتو نگاه کن. دیدید؟ همه فقط بلدن حرفای قشنگ میزنن. تو هم با کلاسی، هم خوبی، هم خوشگلی. خب خواهر من که همه خوشگل‌تره. نگاش کن دارم پایین میاد. خوبه، از کسی نیست که. تو اگه منو دوست داشتی هیچ وقت برنمیگشتی پشتو نگاه کن. آخه خوشگلی دیگه. خواهر من که همه خوشگل‌تره. نگاش کن داره اونجا میاد. او کسی نیست که. تو اگه منو دوست داشتی هیچ وقت برنمیگشتی پشتو نگاه کن. تا اینکه چی بریم؟ کجا بودی تا الان؟ بابا هیچ، بابا بچه‌ها داشتم زولا میزنم، گفتم 250,000 رو بگیرم بیام تو رو بگیرم تمومش کنیم بره دیگه. چرا اینجوری میکنی عاطفه؟ بابا من اینم ازت خوشم میاد. از چیه من خوشت میاد؟ یعنی چی از چیه من خوشت میاد؟ با تو هم باحالی، مثل خودمی، هم خوشگلی. خواهر من که من خیلی خوشگل‌تره. نگاش کن اونجا داره میاد. نگاه کن دیگه. وای محمد، چونه؟ من داشتم تو رو امتحان میکردم. تو همونی هستی که من میخوام. خواهر من که من خیلی خوشگل‌تر. نگاش کن دارم اونجا محمد، چونه؟ من داشتم امتحانت میکردم. تو همونی هستی که من میخوام. چطور؟